سلام خوبی شما؟ با چه خونی قشنگی داری. پسرم هستن آقا سید محمد داریوش. اصلا ما این آقا سید محمد داریوش رو برده بودیم دکتر، گفتم این آقا سید محمد داریوشتون یعنی 6 ماشه یه سرش نشده. گفتم نه نشده. چرا؟ گفتم اصلا بهش نمیخوره، آیکیوش از اون موقع اینشتین بیشتره. البته خاله جان اون اینشتین بود. نه اصلا اون اینشتینه. باشو گذاشت تو زندگی ما چه بریه؟ تو بچت رید رو سیستمم، آبشو ریخ رو سیستمم. مگه چی شده؟ مگه چیکار کردی؟ بدش من تمام بابا بده من هیچی نیستش به خدا، یه دونه سشوار روش میگیری خوش میشه دیگه. مگه چیکار کردی آقا سید محمد داریوش؟ اینشتین من انقدر اذیت نکن خودت رو. ببین ناراحتش کردی چطور نشد دیگه. مدقش کردم الکی. آقا سید محمد داریوش موهات کو؟ موهاش بلند میشه، زمان بگذره بلند میشه.